شام چهارشنبه 25 اکتبر در شهر کیف بر اثر ترکشی به گفته منصبداران طرح ریزی شده 2 نفر به هلاکت رسیده، چند تن دیگر از جمله یک وکیل مردمی اوکراین ایهور مسیچوک جراحت برداشتند. وکیل مجروح که عضو حزب رادیکالی اوکراین می باشد به شفاخانه انتقال یافته است. رهبر حزب رادیکالی اله لیاشکو میگوید که حیات مسیچوک در خطر نیست، ولی محافظ او هلاک شده است. صبح 26 اکتبر وزارت امور داخلی اوکراین گفت که شماره قربانی‌ها 2 نفر بوده است. به قول وزارت در این ترکش یک رهگذر سال تولدش 1981 نیز هلاک شده است. نماینده وزارت امور داخلی اوکراین می‌افزاید که ظاهراً در نزد درآمدگاه به قرارگاه شبکه تلویزیونی اکسپرسو موتورسیکل سرشار از مواد ترکنده منفجر شده است. در نتیجه ترکش یک عضو واحد مخصوصی محافظان سال تولدش 1986 کشته شد. 4 کس دیگر با جراحت‌های مختلف بستری شدند. وکیل مردمی ایهور مسیچوک برای جراحی به شفاخانه بوریس انتقال یافت. پای، پشت و شکم او زخم برداشتند. طبیبان میگویند که عملیات جراحی با موفقیت گذشت و حالا مسیچوک به هوش آمده است. به قول مقامات در ترکش همراه با مسیچوک سیاستشناس ویتالی بالا هم زخمی شد. اداره دادستانی ترکش را عملی تروریستی مینامد. مسیچوک یکی از سابق فرماندهان بتالیون ازوف می باشد. بعد یک اظهارات مسیچوک درباره حمله ماه دکبر سال 2014 در شهر گروزنی چچنستان، دادستانی روسیه با عیبنامه کوشش سفید کردن تروریسم بر ضد مسیچوک پرونده جنایی باز کرده است. خود مسیچوک تخمین میکند که فرمایشگران حمله در مسکو قرار دارند.